10 راننده در شهر کلوب به نشان اعتراض دست به کارپرتویی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی اند. اینجا برای راهمون محکم کردن لینسرا پیش بزرگ میگم ممکن نیست بگذای زهاد میره وابشه آدم نیست که خیلی میره خالی این مردم همه 80 90 میل میوند خالی میره پروتکل کسان آدم را. مقامات شهر امر داده است که مسافرکشان خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها میگویند در راه نو آدم کم است و ضرر میبینند. ما 30 لیتر zapravka kan say suma ندارن مینوس رفته استیم چیکار کنیم این شایبه قرضوی مردم هم انولده سیر چیکار شو نکنه که نرخ راهگیرها در این خط سیرها یک سامانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار میگذرند ناظران جریمه میکنند. روز 3 مارس همگی 3 مسافرکش در این خط سیری نو حرکت میکردند. لوبو شمیری پیش بازار اومد 88 میگه ما اکای تمیرم اپای تمیرم جنگ میگه چی بای تمیره میگه گای ما را جریمه میکنه مفرد شما کدا در تم شپا هم میگه پامیگه اونم ما یک سامون همین جمع گیرمش 10 کیلومتر یک سامون 10 کیلومتر میبره. صبح 3 مارس کوچه های شهر کلوب کماشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند. ما طرف بالنسه بولو اوز ما یک سمخت باید میرفتم اوز ما قریب 20 سمخت رفتن نتونستم. چی با رفتن؟ تاکسی قیمت میگیرن تاکسی قیمت میگیرن تمام قیمت میگیرن تو 15 20 ما میگه یک کنساج با مجبورم با 20 گای سوتم بیام با ایجاره یک ساعت اینجا ماشین جدارم کسالی قتی اومدگی مخی خیلی شهر دوره تکنیکو را بستین راشه ما آدم این ولی پنسیونر باید دارم چی با ماشین است داشتر چی با داشتر ماشین است با پنسی که جو ما این ولی تو آدم در این جدول اشتراک کداگی ما این چی با خودش داشتر آزمای ایا موزا پیوده آدم های کور بخدم با همجا رمیم. مسئولان بازرسی اتومبیلی شهر حاضر نشدند وضع را شرح دهند. مقامات کلوب میگویند که برای پیشگیری از تنبشوی ماشین ها حرکت از پیش بازار را منع کردند. آنها میگویند جمع شدن مسافرکش های خرد چینی یا خود تنگیم ها در نزد بازار سبب بی سر و سامانی در حرکت می شود. برای با تنظیم درو آوردن این فرمان ملیسا یا که فرمان حکومت شهر چه؟ برای با تنظیم درو آوردن قرار رئیس جاره. راننده ها میگویند تا حل مسئله به کار بر نمیگردند. ساکنان هم در راه انتظار مسافربر خالی ماندند و نمیدانند که کی و چگونه به خانه برسند.